السلام علیکم. ما این حال بلیت گرفتیم سفر به سوی مسکو. از همتون خواهش لایک مونین تا اینکه مردم ببینن که ما سفر به سوی مسکو کردیم از شهر نوسیبیرسک. این حضرتی که میبینید در خدمت شما هست. برای بسیار برادران در پاسپیک میره 3 روز دعاخوانی کردیم تا اینکه این روز نروان ان شاء الله که عمر باقی مانه. بازم ان شاء الله که به طرف نوسیبیرسک تو میخریم. و این حضرتی که میبینید اوید به حجامه و اوید به داروها، یعنی سرگه کنش در اپیسن میمونم. میتونید که در کنش بدون عبونشین و داروها و جینخونی و دیگر نوعی بیماری ها را ببینین. با اون خاطر ایشان قاری محمد عیسی در خدمت شما در شهر نوسیبیرسک. اوید به جینخونی و اوید به دعاخونی و اوید به حجامه. یکونچ گفتنی باشه حضرت خدا خوش آمده ان شاء الله. انا خدا سفر سفید توبتم یکی یگون کمبودی از طرف ما شده باشه یا که از طرف یگون برادران شده باشه، اصلا همگیشون معذرت میخوام و اصلا هم همین مردم نوسیبیرسک ما شما را خوش آمده میکنم. بارک الله فیک. به نهایت خوب بود. بسیاری مردم یعنی تکلیف میکنن که به شهرهای ما را بیاین. چخیلی که شهر نوسیبیرسک جا را مثال چی میکنن؟ محیا میکنن، جا را ارگانیزات میکنن تا اینکه مثال بیای بتونی دعا خونده در داخل مسجد یا که خارج مسجد. هر شهری که بکنه انشالله که ما در خدمت تیار هستیم. میتونیم که انشالله که با همراه برادرها بریم دیگه شهرها یا که خود ما تنها هم بریم در خدمت مردم هستیم. با اون خاطر برادران عزیز با دعا باشین. هر شهری که باشه جاش تامین کنین. ما در خدمت شما هستیم. با قدر امان الله. السلام علیکم.